برادران عزیزم، من میخواستم که برای شما یک ذکری را نشان بدهم از ذکرهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که پیامبر میفرمایند اگر کسی که بیگاه این را 3 مرتبه بگوید تا سحر را یگان ضرر بر آن نمی رسد، یعنی به یگان بلای گرفتار نمی شود. و اگر این را کسی 3 مرتبه سحر بخواند به آن هیچ ضرر نمی رسد تا بیگاه را، یعنی به یگان بلای گرفتار نمی شود. این ذکر چنین است: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. به نام الله که با نامش چیزی در زمین و آسمان ضرر نمی رساند و او شنوا و داناست. این حدیث را روایت می کند امام الترمذی و همچنین امام ابو داوود و امام ابن حبان و همچنین امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین. برادران عزیزم، این ذکر را خودتان یاد بگیرید و به دیگر یار و رفیقانتان این را برسانید و همچنین این ذکر را برای فرزندهای خود حتما تعلیم بدهید، چون ذکر است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما این را تعلیم دادند تا اینکه ما از تمام مشکل‌ها یعنی از بلاهایی که میآید خود را حفظ کنیم. و السلام علی من اتبع الهدى.